اینم غلطه. 69 75. مسخره بازی در میگم رمزشو بگو. نه 75. اشتباهه، بگو رمز تو. 75 85. 85 دوست داری؟ بابا نگو دیگه. همه ای اکتیت 85 85. 85 85. بده من بینم گوشی تو. قشنگه. بده من بینم گوشی تو. آدرس رو ازش پرسیدم نداد. زدم زیر گوشش. محکم با پشت دست زدم تو صورتش. شرف کجا رفته؟ حیا کجا رفته؟ خیلی خوبه. زهلم ده. زهلم. بگیر بابا. محکم با پشت دست زدم تو صورتش. وای بچه من نمیزم نگاه کنم. وای سندشم میشه. چه صدایی؟ کثافت میگم تو تهران داره میکنه. آی آی وقتی مردا در ماشین رو میبندند. وقتی زنها در ماشین رو میبندند. بیا توتل بیا همه رو بگیر بیا پش برو جلو همه رو بشکن توتلی بشکن پش خوبه دستی رو بکش بیا نه بیا بشکن یه ذره نه برو جلو دوباره از اول به خودت بیا برو جلو برگردون بیا نه یه بار دیگه برو جلو از اول بیا نه کردین دختر مرضیه خانم ما نگاه کن چشمگیری به خودش زده. حتما یه دونه لامپ روز. سلام شمسی. سلام خوشگلم چطور خوبی؟ سلام آقا مهدی. خوب هستید آقا مهدی؟ سلام. با شما هم آقا مهدی. آقا مهدی حالتون خوبه؟ Can you speak English؟ آقا مهدی نمیشنوه آقا مهدی سلام. دختر اکرم خانم نگاه کن یه دونه شوگر زده به خودش داره عشق میکنه. سلام شمسی. سلام چطور خوبی؟ چه خبر خانواده‌تون خوبی؟ سلام فرنوش دلبیجه چه خوبی؟ سلام فرنوش خانم سلام خوشتر ماشاءالله چقدر بزرگتر شدی از دیروز که ندیدمه. ماشاءالله چقدر خوشتر. این سنگینه بدونم نه میره. نه سبکه. به خدا من ول کن. خوشتر اشکال ببخشید عاطفه جان شما هم همین سالن زیبایی به خودتون کار انجام دادین درسته؟ عاطفه که من نیستم من فرنوشم ولی آره اینجا کار انجام دادم. گفتم خیلی به خودت زیبا شدی. به نظرت منم میتونن مثل شما به خودشون درست کنن؟ درسته اینجا کارشون خیلی خوبه ولی تو نه
خیلی پیری. چی به خودت فکر کردی زهر عزیز خانم؟ قیافه خودت تو آینه به خودت دیدی؟ اینقدر فقط کلته، اینقدر دماغته، والا بگارم. گم شو بابا عجوزه. سلام دوستای خوشگلم، امروز اومدیم سالن زیبایی مریم مهری توی سعادت آباد. اینجا تمام خدمات زیبایی رو به خودشون انجام میدن. تازه آموزش هم دارن توی لاین رنگ و لایت و کپ و کراتین. منم اومدم امروز اینجا به خودم خیلی تغییر کنم. یه تخفیف 50% هم دارن، اونو به خودتون از دست ندین. من مهری فقط میخوام منو یه جوری به خودت درست کنی شیشی اصلا منو به خودش نشناسه. ببینم چیکار میکنی. باشه عزیزم بسپارش به من. پس برو بری. های باربی. مبارکت باشه عزیزم. مرسی واقعا عالی شد. الو سلام شیشی، کجایی به خودت؟ توتلی اضافه کاری ام. یعنی نمیخوای بیای دنبال من؟ عزیز من گفتم که اضافه کاری ام. هک تو سرت اومدم سالن زیبایی مریم مهری کلی به خودم تغییر کردم. الان رفتن تو خیابون منو به خودشون بلند کردن، دیگه تقصیر خودته. گم بشو. یه سوار شدی، به خود امیر نیستم. میشه بری مزاحم نشو دیگه. بابا مزاحم چیزه؟ با ماشین خوب اومدم دنبال تا. اه چقدر بدید مدیدی. بدید مدید چیه دوزگراخ؟ اضافه کاری ها؟ هک تو سرت. اگه با مال خودت بازی نکنی با مالت بازی میکنن. تو از کدوم قصه ای که خواستنت آدم. مهدی جان راستی قرار بود بریم طلا این علنگوی منو به خودت عوض کنی، چی شد؟ چی؟ میگم قرار بود بریم طلا این علنگوی منو به خودت عوض کنی، چی شد؟ بابا چی داری میگی؟ نمیشنوی چی میگم قرار بود بریم طلا دوست این علنگوی منو به خودت عوض کنی، چی شد؟ چی میگی نمیفهمم. کری میگم می‌خواستیم بریم طلا علنگوی منو به خودت عوض کنی، از این کلافتا بهم بگیری، اون چی شد؟ بابا چی میگی؟ واقعا صدا نمیاد نه؟ نه. میگم قرار شد بریم طلا علنگوهای منو به خودت عوض کنی، از این کلافتا به من بخری، چی شد؟ میخوای پاشو بیا بشین اینجا جای من، ببین چی نمیشنوم. من بیام اونجا؟ وایسا. میگم شمسی جون پنجشنبه بهت گفتم بیا داخل اتاق تخت مرتب کنیم، چی شد؟ چی؟ میگم پنجشنبه بهت گفتم بریم داخل اتاق تخت مرتب کنیم، چی شد؟ بابا نمیفهمم به خودت چی میگی، چی گفتی؟ اوی بابا چنی متوجه نمیشی چی میگم؟ بابا نمیفهمم چی میگی، صدات نمیاد. بابا پنجشنبه تخت مرتب کردن چی شد؟ بابا صدات نمیاد والا. آره فهمیدی هرچی اونجا میشینه صدا نمیاد؟ آره راست میگی، قضاوتت کردم. اینجا هر کی میشینه اصلا صداش نمیاد. آره فهمیدم، کر شدم اینجا. حالا شمسی جون میای بریم تخت مرتب کنیم یا چته؟ آناناس چیبلا تخت مرتب کردن بهت ریدن. هر موقع علنگام عوض کردن این کلفته گرفتی اون موقع با هم دیگه میری تخت مرتب میکنی. Salam alaikum, всем вам добрый вечер, пацаны.